سخن در قیام حسینی و قیام مهدوی است. ارتباط فراوان می‌بینیم بین قیام حسینی و قیام مهدوی. هر دو قیام در راه خدا، هر دو قیام رهبرشون معصوم و برگزیده از برگزیدگان خدایند. کلمه قیام از قعده، از قوامه و قدقامه در مقابل قعود است. از قعده قیام معنای ایستادن و قعود معنای نشستن در معنای ابتداییشون، اما وقتی وسعت پیدا می‌کنند معنا به قیام یعنی حرکت، جنب و جوش و شورش و نهایت انقلاب و نهضت. معنای انقلاب از جنبش و از شورش و از حرکت خیلی داغ و از انتفاضه قوی‌تر و هم معنای با انقلاب و نهضت. در معنای ابتدایی عرض کردم که اگر معنای قیام و قعود فقط معنای نشستنه، در استعمالات معمولی به کار برده میشه. در نماز ما میگوییم بحول الله و قوته اقوم و اقعد، بلند میشم به حول الهی و میشینم. اما معنای وسیع‌تر آن در حرکت انقلابی است. پیغمبر اکرم می‌فرماید ان الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. هر دو امامند، حسن و حسین، چه به پا خیزند و انقلاب به پا بکنند و چه صلح بکنند و آرامش سیاسی داشته باشند. اما انقلاب وقتی که شروع می شود در همه جای مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جناحی و حتی خانوادگی و همه ابعاد زندگی ریشه می‌دواند و رهبران انقلاب‌های بزرگ چنین اهدافی داشتند و امام حسین با امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف این اهداف و آرمان‌ها را در فکر خود و در برنامه‌ریزی خود داشتند و دارند. ما وقتی نگاه می‌کنیم و بررسی دقیق که انجام میدیم می‌بینیم که همه جای قیام امام حسین ارتباط دارد با قیام امام مهدی علیه السلام و انقلاب حسینی آغاز و مقدمه است برای قیام‌های متفاوت جهان در سراسر دنیا و آخرین قیام مهدی است و دریچه‌ای است برای اهداف امام مهدی است و تمام آنهایی که درباره قیام مهدی بررسی می‌کنند و مطالعه می‌کنند بیاد قیام ابی عبدالله الحسین می‌افتند و می‌بینند که آغاز این حرکت خونین و انقلابی از اونجا سرچشمه گرفته است. همه منتظرند که قیام مهدی در ادامه قیام حسینی کی به پا بگیرد و کی سراسر جهان را مملو از برکت خود بنماید. ما در حتی به صورت سریع و مرور که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که
مشترکات فراوانی بلکه ارتباطات فراوانی میان این دوتا قیام وجود دارد. مثلا پیغمبر اکرم در معرفی امام مهدی می‌فرماید که این فرزند حسین من است. به معنی قیام کننده اون حضرت که اشاره می‌کند می‌فرماید هو من ولدی ولدی الحسین. و همینطور امام باقر و امام صادق علیه السلام می‌فرماید که امام مهدی در روز عاشورا یعنی مثل فردایی ظهور می‌کنند و عالم را از سخنان خود مستفید می‌فرمایند. در روز عاشورا که امام قیام می‌کند در اولین سخنرانی که به آن اقدام می‌کند خود رو معرفی می‌کند که فرزند حسین است، از نوادگان حسین است و با این عبارت ان جدی الحسین. اصلا در روز عاشورا امام مهدی روزه می‌خواند الا یا اهل العالم الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا الا یا اهل العالم ان جدی الحسین طرحوه عریانا الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. و از این عبارات معرفی می‌کند که من انتقام گیرنده خون جدم حسین، من اون کسی هستم که تمام این انتظارات رو که همه شیعیان و دوستداران و طرفداران همچو قیام‌هایی آماده‌اند در انتظار من باشند و آغازگر این حرکتم. حال می‌بینید که بعضی از این مشترکات که بین این دو قیام هست خیلی معروفند. مثلا عدم سازش با دشمن، نه مهدی با دشمن سازش می‌کند و سر سازش دارد و نه امام حسین علیه السلام در زمان خودش. معروف است که امام حسین فرمود که هیهات من الدلیل و لا اعطیهم بیدی اعطاء الدلیل ولا افر منهم فرار العبید و مثلی لا یبایع مثله. کسی مانند من با کسانی همچو یزید بیعت نمی کنند. امام مهدی هم همینطور سازش با دشمنان ندارد. امام باقر علیه السلام می‌فرماید که این مهدی لیس له الا السیف، چیزی جز شمشیر نمی‌شناسد. و امام باقر و صادق فرمودند که این قیام کننده ما یعنی امام مهدی یقتل اعداء الله حتی یرضی الله، اونقدر از دشمنان خدا را میکشد تا خداوند خود راضی بشود. و همینطور مشترکات و ارتباطات زیادی میان این دو تا قیام حسینی و مهدوی وجود دارد که ما نمیخواهیم به همه اونها اشاره بکنیم چون مجلس به درازا میکشد. اما فقط میخوایم یه نتیجه بگیریم و آن این که امام حسین علیه السلام برای قیام خود زحمت ها کشیدند که صدای انقلاب خود را به گوش جهانیان برسانند، چه قبل از شهادتشون و چه بعد از شهادت. بیش از 3 ماه امام حسین وقتی از مدینه به مکه هجرت کردن در مکه اقامه کردن و از انقلاب آینده خودشون تبلیغ میکردن و از زمین سازی میکردن و هر کسی که وارد مکه میشد با فکر حسین، با آرمان حسین و با برنامه‌ریزی امام حسین آشنا میشد. چه آنهایی که برای حج میآیند، چه آنهایی که برای عمره، چه آنهایی که برای امور تجاری و مسائل دیگه به مکه وارد میشدند، از اهداف امام حسین الهام میگرفتند. امام حسین در اون مدت و حتی بعد از اون مدت وقتی حرکت کردند از مکه به طرف کربلا، در طول راه همه تبلیغ میکردند و امام گفتند که امام یا رسول الله بیا از بیراهه برو که از مأموران بنی امیه در امان باشیم. فرمود خیر،
من میخوام از جاده اصلی و جاده‌ای که همه با اون ارتباط دارن و رفت آمد و ارتباط دارد با بقیه جاده‌های مواصلاتی و ارتباطی، ما میخواهیم با همه اشخاصی که با اونها روبرو میشویم به گفتگو بنشینیم و اهدافم را به آنها برسانم. امام در طی راه سخنرانی ها فرمودند، روشنگری ها نمودند و نامه ها نوشتند، گفتگوها انجام دادند. همه برای چی؟ برای اینکه مردم آماده انقلاب بشوند، برای اینکه این ایده ها عوض بشود که بنی امیه ستمگر است، بنی امیه فاسد است و بنی امیه لایق حکومت و فرمانروایی نیست. و امام حتی خود سرزمین کربلا را برای همین هم انتخاب کردند که در ارتباط با جاهای دیگه باشد. امام حسین نیامد در یک شهر محقر و در اون شهر این حرکت رو انجام بده، بلکه در یک دشت باز که با جاده های دیگه ارتباط داشته باشد. همه برای این است که همه آشنا بشوند با این واقعه انقلابی و خونین و برن به گزارش بدن که همچون اتفاقی در عالم اسلام افتاده است. همه اینها زمین سازی و مقدمه و تبلیغ برای انقلاب خونین خودشان. بعد از انقلاب بعد از انقلاب معروف است، همه اطلاع دارند، همه حاضران گرامی و سروران ارجمند، که مبلغان و روشنگرهایی که بعد از شهادت اون حضرت باقی موندن و صدای انقلاب حضرت را به گوش جهانیان رسوندن مشخصند. حضرت سجاد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها، فاطمه صغرا و دیگر افراد هر کجا که می رفتند فکر مردم را و بینش مردم را عوض می کردند و این روشنگری ها را در همه اون جاهایی که باش ارتباط دارند و احتمال می دادند که وضع عوض بشود اقدام می کردند. و در این باره امام حسین از هیچ مسئله فروگذار نفرمود. اما مسئله‌ای که ما می‌خوایم نتیجه بگیریم این است که حالا که این همه ارتباط بین قیام مهدوی با قیام حسینی وجود دارد، چرا برای قیام مهدوی تبلیغ نمی‌شود؟ چرا زمین سازی در جهان آنقدر ضعیف است که اصلا مثل اینکه انقلابی در آینده به وقوع نخواهد پیوست؟ چرا این همه که شور حسینی هست شور مهدوی نباشد؟ چرا این همه از امکاناتی که در عالم اسلام و خصوص در عالم تشیع هست، چرا از این امکانات استفاده خوب و کلان نشود که انقلاب مهدوی معرفی بشود؟ در دنیا چقدر لازم است که کار بشود؟ هنوز در دنیا اصلا افکار بتپرستانه است. در هندوستان و کشورهای مشابه انواع بتپرستی ها هست، هزاران خدا هست. در جاهای حساس دنیا بعضی جاها که اصلا فرهنگ آنها فرهنگ بسیار بسیار ابتدایی است، چه کسی میخواهد اینها رو بیدار بکند؟ کی و تا چه وقتی اینها از انقلاب امام آگاه بشوند و خود را آماده این انقلاب بکنند؟ اما ما میبینیم که امام حسین که این همه تبلیغ کردن و این همه دعوت کردن، نامه ها نوشتن و این زمین سازی ها رو انجام دادن، آخرش چند نفر یار و پشتیبان و حامی اون به معنای واقعی شد؟ این 72 نفر یا 70 نفر. حالا امام مهدی به چه شکله؟ امام حسین علیه السلام در ارتباط با جامعه بود، یعنی حی و حاضر بود و به صورت مستقیم با مردم و با دنیا ارتباط داشت. اما امام مهدی حی است، اما
ارتباط مستقیم با مردم نداره. چه کسی باید انقلاب مهدی رو براش زمینه سازی بکند و برای اون حضرت تبلیغ بکند؟ چه کسی فرهنگ انتظار رو باید گسترش بدهد که امام از اون بر نظاره‌گر او هست که امام به خوشحالی بیفتد؟ امام در روایاتی که رسیده است و در اخبار غیر مستقیمی که از اون حضرت رسیده است، ای شیعیان منتظر من باشید، ای شیعیان برای من دعا کنید، ای شیعیان زمینه سازی بکنید، ای شیعیان جایی که میروید فقط نماز میکنید، دعای توسل میکنید، زیارت عاشورا میکنید، عزاداری میکنید، از من هم سخن بگویید. من مظلومم. در همه یاران، در بین یاران امام مهدی این شعار امام باقر میفرماید که یا لثارات الحسین، به انتقام خون امام حسین باید زمین سازی برای قیام مهدوی کرد. بنابراین این همه امکاناتی که در عالم اسلام و تشیع هست، چه کسی و چه کسانی، چه گروه‌هایی، چه مؤسساتی، من نمیگم اصلا نیست، اما بسیار ضعیف است. تا کی سالها و بلکه قرنها طول بکشد که امام همچنان دست بر دست بگذارد و منتظر بماند که شمشیر بکشد و چهره دنیا را عوض بکند و فرج آل محمد را برساند.